أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم و علی آله و صحبه اجمعین. برادرای محترم، خواهرای عزیز، ما و شما پیش از اینکه آیات شریف شروع بکنیم مقدمه‌ای است که در درس‌های اعتقادی ما و شما گفتیم که توحید سه قسم است. یکی توحید ربوبیت است و یکی توحید الوهیت است و یکی توحید اسماء و صفات است. توحید الوهیت به دو بخش تقسیم میشه که یکی توحید عبادت است و یکی هم توحید حاکمیت یا توحید تشریع است. توحید تشریع چی را می گفتند؟ توحید تشریعی است که افراد الله، یگانگی الله است، فی اطاعته یا بالاطاعه، که یگانگی الله را انسان عقیده داشته باشه و عمل بکنه در اطاعت از شریعت الله. این توحید علما توحید اطاعت هم میگن، توحید اتباع هم میگن چون متابعت میشه، توحید حاکمیت هم میگن و توحید تشریع هم میگن و توحید سیاسی هم میگن. چرا زیادتر این توحید مربوط میشه به سیاست و نظام سیاسی و تطبیق شریعت الله در مقابل قوانین انسانی. دیگه به ضد توحید تشریع شرک در تشریع هست. شرک در تشریع چی است؟ که یک کسی به عوض شریعت الله قوانین انسانی را تطبیق میکنه. پس هر کسی که شریعت الله را فراموش میکنه و به عوض از او قانون که انسان ها ساخته در حلال حرام، جایز و ناجایز، خوب و بد، حق و باطل، به عوض شریعت الله اگر کسی قوانین انسانی را تطبیق میکنه، ایره باز شرک در چی میگن؟ شرک در اطاعت یا شرک در تشریع یا شرک در تقنین. اینال الله متعال بر ما و شما در قرآن عظیم الشان بیان کرده که انسان‌های مسلمان باید شرک در از شرک در حاکمیت یا شرک در تشریع یا از این شرک خدا نگاه بکنه. شرک در حاکمیت چند قسم است؟ تقریبا خلاصه کلش 4 قسم است. اول قسم شرک در تشریع چی میشه؟ که یک تعداد علمای دنیا پرست و درباری قوانینی را میسازن ضد شریعت الله. بر خود صلاحیت میتن که حلال حرام کنن، حرام حلال بگوین، خوب بد بگوین، بد خوب بگوین و حق باطل بگوین، باطل حق بگوین. این عادت امو علمای درباری یهود بود که اونا را احبار میگفتن. الله متعال میگه اتخذوا احبارهم، اونا گرفتن احبار خدا و رهبان خدا ارباب من دون الله. ارباب گفت. قسم دوم از شرک که از چی است؟ این است که قوانین را که رهبان یا راهبا می سازن. راهب و راهبه کسانی هستند که در کلیسا می باشند و ادعا می کنند یا در معبدها می باشند و ادعا می کنند که ما ترک دنیا کردیم. اینا باز به اساس همی ترک دنیا، ای راهبا، ای گوشنشینا، بازیا شریعت الله را تغییر میتن. حلال سر خود حرام میکنن، حرام سر خود حلال میکنن و بر مردم هم همین قسم قوانینی را میسازن که او ضد شریعت الله هست. اما آیت قبلی گفت که اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباب گفت. ارباب چی معنی؟ جمع رب است. قسم سومش شرک در چی هست؟ در خواهشات نفسانی هست که بسیاری اوقات بعض کسا به عوض شریعت الله خواسته های نفس خدا، افرأیت من اتخذ الهه هوا، کسانی هستند که معبود خود خواسته های نفس خدا گرفتن. میگن حکومت مردم باشه، توسط مردم باشه، مطابق خواسته ها و خواهشات و امو علاقمندی های مردم. اینا هم با الله خود شریک ساختن. و قسم چهارم که شرک در تقنین و در تشریع، قسم چهارمش جاگزین ساختن قوانین و رواجهای پدران و نیاکان است
که این قوانین پدران خدا که وقتی برشان گفته میشه که اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آبانا، ما متابعت میکنیم از آن چیزی که پدرای ما از او چی کرده، ما الفت گرفتیم یا عادت گرفتیم یا رواج ما هست از پدرای ما، از مادرای ما، از پدر کلانای ما، از بزرگای ما. پس این هم امی پدرها و مادرها و قوم خود شریک کردن در شریعت الله، ضد شریعت الله قانون از اونها را تطبیق میکنه. وقتی برشان بویی که در این قسمت الله این تو میگه نه نه نه، اینجا رواج ماست، ما اینجا مثلا شریعت تطبیق نمیکنیم، ما اینجا اونمو قانون قومی خود تطبیق میکنیم، جرگه قومی خود تطبیق میکنیم. هر چیزی که اونا گفتن و قوم ما فیصله کرد و یا مثلا پدرای ما گفته امی هست. آیات بعدی اینمی مثالهای از شرک که در قوانین است و اینا قوانین پدرای خود، قوانین مثلا اما مادرای خود و قوانینی که از نیاکانشان برشان مانده بود. مثلا اونا چی کارایی کرده بودن مردم جاهلیت شما بفهمین. میگه اول چی بودن؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم در سوره الانعام آیت 136 و جعلوا و گردانیدن لله برای الله ما ذرع من الحرث آنچه را که مثلا خلق شده یا امو نبات میراند من الحرث از چیزهای زراعتی و الانعام و آنچه را که الله خلق کرده از حیوانات. چی کشتندن؟ نصیبا اتو درو یک نصیب و قسمت بندی کردن. فقالو گفتن هذا لله بزعمهم، گفتن ای برای الله باشه با گمان خودشان، و هذا لشرکائنا اینا تقسیم کردن. گفتن او برادر ما کافر نیستیم، اینا دیندار هستیم، ما پیروان ابراهیم هستیم، ما پیروان اسماعیل علیهم السلام هستیم، اینی نصف نظرهای خدا و نصف قربانیهای خدا برای الله میکنیم، نصف صدقات و خیرات خدا برای الله میکنیم، نصف دیگهش به نام مخلوقات میکنیم، فلان مخلوق فلان مخلوق فلان بت فلان خدمتگار فلان مثلا همون کسایی که دمو جاهای بت پرستی و قبر پرستی میشن بر از اونها باشن، اینیش از الله باشه، اینه به فقرا و مساکین میتیم، اینی که بر بت‌ها و قبر هاست اینه باز به خدمتگارای امو بتخانه ها و امو قبرستان ها بر از اونها میتیم، باز اینا از اونها باشه. هذا لله گفت این قسمتش برای الله باشه به زعمهم به گمانشان، و هذا لشرکائنا و ای برای شریکان ما باشن. فما کان لشرکائهم باز یک بدی دیگه که سرزی داشتن بیادبی در مقابل خالق میکردن، میگفتن آنچه که فما کان لشرکائهم باز چیزی که بر شریکایشان میبود فلا یصل الی الله باز را میگفت او برای الله داده نمیشه. مثلا اگر پیش بتها به خروار طلا می بود، حتی بتها را از طلا می ساختن، حتی اطراف قبرها را قالینا فرش میکردن و خوراک ها بود، باز میگفت او برادر اونجا فقیر و مسکین مانده، باز میگفت نه این حق اینمیا هست، ما ایره به فقیر و مسکین تو را نمیتیم، فقیر و مسکین خونه باز برشان دادیم. پس اون چیزی که برای شریکایشان بود با اون چیزایی که با الله شریک ساخته بودن بازو فلا یصلوا الی الله باز او را برای الله نمیدادن که در راه الله مصرف شود. بگیم میفتی برای یتیم بدیم، نه برای یتیم نمیتیم. حال توی قدر یک دانه کلاه میساختن، یک کلاه کلانی که او از طلا می بود در سر بت میماندن، میگفت او برادر تو بت میتو اونجا مردم از گشنگی میمرن، میگه اون چیزی که برای بت های ماست ما به الله و بنده های الله برای فقیران نمیتیم، برای فقیر مسکین میتیم، اون قسمتی را که ما برای الله دادیم رسید نرسید. فهو و ما کان لله باز اگر از چیزی که برای الله تخصیص داده بودن مال یتیم و مسکین و ترا فهو یصل الی شرکائهم باز دو بازمی شریکایشان می آمدن صاحب حق یتیم پلو میخوردن و خوراک میخوردن، از حق غریب میخوردن، از حق مسکین میخوردن. متوجه هستین؟ ساء ما یحکمون. الله متعال میگه این حکومت از اینا، این حکم که اینا میکردن این بسیار زشت بود، به خاطر ازی که اینا در نظر الله در خیراتی که برای الله هست، در عبادتی که برای الله هست، در صدقاتی که برای الله هست اینا مخلوقات شریک میکردن و بر از اونا میدادن. دیگه چی مشکل دیگه داشتن اونا از مطابق عموم مزاج خود این پدرای از اینا نفس خود معبود خود قرار داده بودن، بازیا پدرای خود معبود خود قرار داده بودن. مشکلی بود. پدرایشان چی کرده بودن دیگه؟ مثلا میگفتن که والا اگه تعداد اولادای ما زیاد شود دختر خوش نداشتن، ننگ می‌داشتن، او را زنده به خاک داخل میکردن. یک تعداد اولادایشان که کلان میشد بازار قتل میرساندن.
اینال الله متعال میگه که دیگه قانونی که اینا ساخته بودن که ضد شریعت الله بود، نور ابراهیم علیه السلام گفته بود، نه اسماعیل علیه السلام، کدام قانون بود؟ و کذالک و همچنان زین زینت داده شد لکثیر من المشرکین، به بسیاری از مشرکین، قتل اولادهم که اولادهای خود به قتل میرساندن، یعنی یا دخترکای خود زنده در طفولیت به گور میبردن، زیر خاک میکردن، و یا آلی که در عصر جاهلیت امروزی کت پچکاری و کت زیگپا اطفال خود در بین بطن مادرش از بین میبرن یا کت لایزر از بین میبرن. این گفت عادتهای مشرکانه و بیدینانه است که از پدرهای از اینا برشان مانده بود. خب لیردوهم تا هلاک کند آنان را، تا که اینمی قوانین اینا را هلاک بسازن یا امی اولاد خود از بین برن. ولی یلبسوا علیهم و در شک اندازد ایشان را دین هم در دینشان. اینه یار این قانون ساخته بودن، حیران بودن دین میره میگه میفا ابراهیم علیه السلام میره آورده، اسماعیل علیه السلام میره آورده، اولادایتان بکشین، زیر خاک بکنین، تهمت میکنن سلام. ولو شاء ما فعلوه، ولو شاء الله، و اگر الله میخواست ما فعلوه این انجام نمیدادن. فذرهم میگه اینا را بگذار و ما یفترون و آنچه که اینا تهمت میکنن بالای الله و پیغمبران الله. این کلش افتراعات است، این کلش بدعت هایی است که اینا از دل خود ساختن و این را باز تهمت میکنن سر الله و سر رسولش. الله میگه بگذارشان با اینمی افتراعاتشان، باز پسان آیات قرآن میگه که باز بر از اینا سخت‌ترین عذاب نصیب میکنیم. آله دیگه چی بود؟ دیگه قانونی که ساخته بودن پدرای از اینا، قانون دیگه شان چی بود؟ که وقالوا هذه انعام، و گفتن که چی است؟ گفتن اینی حیوانات که هست و حرسون ای کشت که هست، حجر ممنوع هست، لا یطعمها که او را خوردن نمیتونه الا من نشاء، هر کسی که ما بخوایم. به زعمهم الله میگه این مطابق گمان و خواسته های خود. یک تعداد حیوانات میگه ایره هیچ کس خوردن نمیتونه به غیر از اینکه ما اگه گفتیم بخو باز خوردن میتونه، ما گفتیم نخو خوردن نمیتونن. و انعام یک تعداد حیوانات دیگه را مانده بودن، میگه این چی است؟ میگه حرمت حرام کرده شده، ظهورها پشت از او، سر از شما سوار شدن نمیتونه، این اسپاسی شتراست سر از کس بار بردن نمیتونه. و انعام و دیگه حیوانات دیگه چی بود؟ که لا یذکرون اسم الله علیها، که وقت رو ذبح میکردن بازور به نام الله ذبح نمیکردن، به نام امی مخلوقات ذبح میکردن. افتراء علیه، این چی میکردن؟ به اساس تهمتی که بالای الله و رسولش کرده بود. چرا بدعت بدیش اینمی هست که بدعتکار هر عمل زشت و کفری خدا که میکنه او رو به نام دین میکنه. اینا این بدعت ها را وقتی که آوردن بعد از ابراهیم علیه السلام، بعد از اسماعیل علیه السلام، این حیوان از ما باشه، این گوشت خوردن نمیتونی، سری حیوان سوار شدن نمیتونی، کل از یاره. چرا یارا میوردن؟ به خاطری که اینا افترا میکردن بالای الله و رسولش و بر مردم میگفتن اینا خو الله و رسولش گفتن. سیجزیهم، زود جزا داده میشود این مردم به ما کانوا یفترون، به سبب افترایشان. الله متعال بدعتکارا را در روز قیامت استاد میکنه و برشان میگه که شما افترا کردین سر الله، تهمت سر الله کردین، آل جزای تهمتتان بالای الله و رسول اینی هست. اکثرا شما دیده باشین که بدعت ها به نام چی میشه؟ به نام الله و به نام رسولش میشه، میگه ایره الله کردن. دیگه چی قوانین ساخته بودن؟ قوانین ضد شریعت الله، ضد شریعت ابراهیم علیه السلام. و قالوا و میگفتن ما فی بطون هذه الانعام، آنچه که در شکمهای اینی حیوانات است، خالصتون لذکورنا و محرم علی ازواجنا. یعنی قوانین مرد سالاری که میگن نه، مردا بر خود قانون ساخته بودن، گفتن در شکم از اینی حیوانات چیزایی که هست، اینمی حیوان که چیزایی را اگر شیر است، اگر دیگه چیز است یا چوچه میارن، این کلش بر زنها بر مردها اجازه است بخورن، بر زنها نه. زنها را میگفت که شما خوردن نمیتونین. این قانون به خاطر منفعت خود ساخته بودن. زنهای بیچاره قرار شیشته بودن اونجا سیل میکردن، مردا دیگه صاحب چوچه گوسفند نمیگرفت، کباب میکرد و خوردن میرفت. چی است؟ میگه فی بر زنها بر شما حرام است. و این یکون میتتن، باز اگر مردار میبود و مرده میبود، باز میگه فهم فی شرکا، باز میگه فرق از خورده بتونه. اینه خوبش که میبود میگه فی از مردا باشه، این مرد سالاری میگنه. و او چی جاهایی که مثلا باز خراب میبود، مردار میبود، بازور میگه که از کل ما شریک هستیم. سیجزیهم، پس جزا داده میشوند همین مردای بی ایمانه که همه تو قوانین ضد شریعت الله و رسولش میسازن، یا جزا داده میشه وصفهم، با گفتارشان، با این سخنانشان، با این قوانینی که ساخته. انه حکیم علیم، یقینا که الله متعال بسیار ذات حکیم است و علیم است و بسیار عالم است. قد خسر الذين، الله متعال میگه یقینا که نقصان کردن، الذين کسانی که قتلوا، به قتل رساندن، اولادهم، اولادهایشان را. اینال قرآن دفاع میکنه از حقوق دخترها و زنا، میگه این زیر خاک کردن زنا، زیر خاک کردن دخترها،
غذاها را سرشان حرام کردن و دیگه قوانینی که نامه ساختن، الله متعال میگه این مردهایی که این قصه میکنن یا خساره کردن، نقصان کردن، یا ضد شریعت الله کار کردن. قد خسر الذین، یقینا که خسران نقصان کردن، الذین کسانی که قتلوا به قتل رساندن اولادهم اولادایشان را، صفحا به اساس چی؟ به اساس جهل و نادانی از دین الله، از شریعت الله. اگر کسی قرآن بفهمه، سنت بفهمه، این کارا را نمیکنه، یا به خاطر صفاحت و نادانی که بغیر علم نداشتن، یا به اساس بیخبری از ازی، و حرم و یا حرام کردن ما رزقهم الله، آنچه را که الله برشان رزق داده بود. الله میگه این حیوانات حلال است، گوشت از اینا را بخورین، یا سر خود حرام کرده بودن افتراء علی الله. بعضی کسا چیزی را که الله حلال کرده او را سر خود حرام میکنه، اینمی که حلال الله را سر خود حرام میکنه، این تهمت سر الله میکنه. بعضی کسا رو ببینی، ما والا کرتی خوبش نمیپوشم، میره یک دانه کرتی 40 تا پیوند میاره میپوشه، ما والا دستار خوب نمیپوشم، این دستار قیمتی است نمیپوشم، میری یک تکی گندر میره در کلی خود تاو میته 40 تا در کلی خود میکنه، پای کونه را در گردن خود میپرته، قوطیا را میپرته. این چی است؟ این چیزای حلال الله را سر خود حرام میکنه. ما گوشت فلان حیوان را نمیخورم، ما 12 سال نان خشک خوردیم. الله متعال میگه تو افترا سر الله کردی. نعمت الله را بخو که قدرت الله را بفهمی، تو نعمت های الله را بخو که الله متعال را برات خلق کرده، باز تقوا بکن. نیست میره نمیخورم. الله متعال میگه اینا چی کردن؟ بسیاری چیزا را سر خود حرام کردن، و حرمو و حرام کردن بالای خود ما آنچه را که رزقهم الله، الله برشان رزق داده بود. چرا حرام کردن؟ افتراء علی الله، سر الله تهمت میکنه. تو تهمت میکنه که اون اونجا گوشت گوسفند است، الله میگه نخو. این گوشت گاو بخوره، گرگ بخوره، پلنگ بخوره، شیر بخوره، سگ بخوره، تو انسان نخو. کرامت انسانی همی هست؟ یا چی است؟ میگه این کارا، این کسایی که کارا را میکنن یا افترا و تهمت سر الله میکنن. الله تو نگفتن، اونجا سیب ماندگی است، میگه نه تو نخو. چرا؟ تقوا بکن. کجا الله برات گفته؟ الله میگه اینا حرام کردن بسیاری ما آنچه را که رزقهم الله، الله برشان روزی داده، افتراء به اساس افتراء و تهمت علی الله، بر الله. قد ضلوا، الله متعال میگه اینا یقینا که گمراه شدن، و ما کانوا مهتدین. اینا هدایت نیستن که بازی کسایی که کارا را میکنن باز شما اینا بگید دوست خدا هستی، ولی الله هست، کالا نمیپوشه، جان لچ تا قرار اونجا 40 سال در فلانی جای، خو اگه ولی و دوست الله باشه عورت خدا پت نمیکنه. الله میگه که این از این تکه از لباس خوب بپوش، خوب آدم واره، خوب نماز بخوان، خوب لباس سم صفا داشته باش، مثل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم واره. یا باز خدا برهنه میکنن، لش میکنن، میره در جای. چرا میگی لباس حرام است ما نمیپوشیم؟ و هو الذی، و الله ذاتی است که انشأ، خلق نموده از جنات، باغهای را، باغهای دنیایی را میگه. الله متعال میگه این باغها را بر شما الله خلق کرده، معروشات، بعضی از اینا معروش هستن. معروش چرا میگن؟ که چیله دار هستن. بعضی علما میگن بعضی در چیله هاست، انگورها در چیله هست، تو بالا بالا میرید مثلا بلند هستن. و غیر معروشات، و بعضی دیگه که تو خفته در زمین است. مثلا بعضی نعمت های الله هست که در زمین است، خربوزه، تربوز، بسیاری چیزا که اینجا هست. یا مثلا بعضی باغ هاست تو بالاست، بعضی ها پایین است. و نخل، و همچنان الله متعال بر شما درخت های خرما را، شما برین سعی کنید، چندین قسم خرماها هست. و زرع، و بسیار کشت ها هست، چه قسم مثلا ترکاری باب و چه قسم حبوباتی که پس مختلفا اکله، تمام از الله متعال بر شما خلق کرده در حالی که مختلف است. این میوه های از یا مختلف است، مثلا انواع از اینا. همچنان الله متعال بر شما زیتون خلق کرده و رمان و انار خلق کرده، متشابها و غیر متشابه، که بعضی از اینا مشابه یکدیگر هستند، بعضیشان مشابه نیستند، بعضیا در لذتشان مشابه هستند، بعضیا در رنگهایشان مشابه هستند، بعضیشان نیستند. کلوا من ثمره، شما بخورین ای مسلمان از امین میوه ها. اذا اثمر، الله میگه از میوه چی کنین؟ نعمت های ما هست، بخورین. اذا اثمر، وقتی که الله ای چی کرد؟ الله متعال ایره در سر ثمر آورد. و اوتو حقه، و بتین حقش را، یوم حصاده، در وقت درو کردن. وقتی که شما میوه چینی میکنین، انگور چینی میکنین یا درو میکنین، چیزای دیگه تانه، در این وقت خودتان هم بخورین، لکن حقش هم بتین. مثلا عشر که بالایتان است، ایره به نظام اسلامی بتین، و دیگه صدقاتی که از برای فقرا و مساکین بر از اینا هم بتین. ولا تسرفوا، و شما اسراف نکنین، انه لا يحب المسرفین. الله متعال کسایی که اسراف و زیاده روی میکنن
اونا را دوست ندارم. همچنان الله متعال میگه در پالی ازی که مثلا بر شما باغها و زمینها را خلق کردیم و من الانعام و بعضی از چارپایا و حیوانات بر شما خلق کردیم که حمولتن، بعضی از اینا حمل میکنن، بار میبرن یا قطهای بلند دارن، و فرشن و بعضی دیگه زنا که حمل نمیکنن، خرد هستن، پخش هستن، مثلا حموله مثل شتر، حیوانات بزرگ مثل فیل و شتر و فلانی و طرا، و بعضیشان ات فرشن یعنی خردترک هستن یا بار نمیبرن مثل گوسفند و بزی حیوانات دیگه. کلوا مما رزقکم الله، از این حیواناتی که حلال است از رزق الله هست بخورین، آنچه که الله بر شما رزق کرده. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شما متابعت از گامهای شیطانای انسانی و جنی نکنین که حلال الله را سر شما حرام میکنه، حرام الله را سر شما حلال میکنه. دختر و زن خلق کرده که ازدواج بکنین، پیغمبرها کلش ازدواج میکنن، بازی نفر میخواد نه ما کمر بسته هستیم، ما ازدواج نمیکنیم. چرا؟ نکاح نمیکنیم. حلال الله را سر خود حرام کردن. سیب نمیخوریم. چرا؟ من تقوا دارم. ناک نمیخورم. چرا؟ من تقوا دارم. من انگور نمیخورم، تقوا دارم. الله متعال میگه که ولا تتبعوا، مردم شما متابعت نکنین از خطوات شیطان، از گامهای شیطان. شیطان میگه ازدواج نکن، مثل راهب راهبه در امریکا و اروپا میگه ما فادر و مادر هستیم، ما ازدواج نمیکنیم، باز پسان که سیل کنین در آخر سال باز اطفال غیر قانونی لاوارث از او باز برشان پیدا میشه. باز در ظاهر که کس ازدواج نکرد، خدا بسیار شیخگری کرد، بازی روز ملنگ میشه شب پلنگ. باز این مردم ها باز ضد شریعت الله باز به زنا مبتلا میشه، باز کل از اینا رو ببینید به گناه و به جرم و جنایت مبتلا هستن. الله متعال میگه که آنچه که مخالف شریعت الله هست شما را به جنایت میکشانه، این گام های شیطان است. ولا تتبعوا، و متابعت نکنید خطوات شیطان، از گام های شیطان. انه یقینا که شیطان که است لکم برای شما عدو، دشمن است، مبین آشکارا. الله متعال که از اینا بحث میکنه، برایشان دلایلشان رد میکنه. میگه 8 قسم حیوان است، 8 تا است، نه 8 جفت است. جفت گوسفند مذکر و مؤنثش، از بز مذکر و مؤنثش، از گاو مؤنث و مذکرش، و از شتر مذکر و مؤنثش. امیایی که گوشتایشان حلال است. بعضیا میگه که 8 ازواج، 8 جفت هستند. من الضأن، از گوسفند، 2 دوتا مذکر و مؤنث، و من المعز، و از بز 2 دوتا مذکر و مؤنث. قل الذکرین حرم ام الانثیین، بر ما بگوین آیا الله حیوانات مذکرش حرام کرده یا حیوانات مؤنثش حرام کرده؟ ام اشتملت ارحام الانثیین، یا آنچه که در بطن امی حیوانات مؤنث است او را حرام کرده؟ نبئونی، خبر بتین برای ما، به علم، به اساس علم بکشین. در کدام صحیفه ابراهیم علیه السلام است؟ در کدام سخن اسماعیل علیه السلام است؟ در کدام کتاب شریعت الله هست که شما یه سر خود حرام کردین؟ معلوم میشه که این پدرایتان از دل خود این کارا را کردن، قانون ساختن ضد شریعت الله. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، بگه خبر بتین به اساس علم که شما علم داشته باشین از کتاب الله و سنت نبی الله. اگر شما راستگوی هستین. و من الابل، و همچنان از شتر 2 تا یعنی شتر مذکر مؤنث، و من البقر، و از گاو 2 یعنی 2 تا مذکر. قل الذکرین حرم ام الانثیین، آیا الله متعال الذکرین، آیا مذکری از اینا را حرام کرده ام الانثیین یا مؤنثشانه؟ آیا حیوانات نرش حرام کرده یا مادهش؟ ام اشتملت، یا ای که شامل باشد علیه ارحام الانثیین، یا در آنچه که در داخل بطن امو شترهای ماده هست. ام کنتم شهداء، یا ای که شما شاهد بودین اذ وصاکم الله، وقتی که حکم کرد الله متعال. آیا وقتی که الله حکم کرد ای باره شما حاضر بودین؟ کدام سند دارین؟ به هذا، به این چیز. فمن، پس هر کسی که، فمن اظلم، پس کیست اظلم و بسیار ظالمتر، ممن، نسبت به کسانی که افترا علی الله. اینی شما بدعتکارایی که باز پسان شرک آوردین، این قوانین بدعتی را ساختین، این افترا و تهمت است بالای الله و رسول. شما نه پیرو ابراهیم علیه السلام هستین، نه پیرو اسماعیل علیه السلام هستین، نه متابعت از الله میکنین. شما بسیار مردمای خبیث هستین. از این خاطر خطرناکترین اشخاصی که پیش الله بسیار مجرم هستند و شیطان اونا را از زناکار و شرابخور کرده زیاد دوست داره، بدعتکار است.
بدعت و بدعتکار شیطان زیاد دوست دارن. چرا دوست داره؟ به خاطری که او کسی که زنا میکنه، شراب میخوره، قتل میکنه، او خود پیش خود ملامت است، احساس میکنه که من بنده گناهکار هستم، بدبخت هستم، زنا کردم، شراب خوردم. او توبه میکنه، یک وقت توبه میکنه و اگر توبه هم نکنه حداقل پیش الله خود احساس شرمندگی میکنه. اما این بدعتکار کس بازی مغرور است، متکبر است، میگه آنچه که من میگم میره الله گفته، آنچه که من میگم میره پیغمبر گفته. اشکو قرآن گوش نکنین، اشکو سنت گوش نکنین، اشکو صحیح بخاری قبول نکنین. همین چیزی که از پدرای ما و شما مانده اینه میره میکنیم. به خاطر ازی بازی بدعتکار باز ایره افتخار میدانه، ایره باز از جانب الله میدانه، ایره از جانب رسول میدانه. از این خاطر الله متعال میگه که کی ظالم تر، حتی از امو زناکار کردم بدعتکار چی است؟ ظالم تر است. پیش الله جزای ازی سرسختتر است. فمن اظلمو، پس کی ظالم تر، ممن نسبت به کسانی که افترا تهمت میبندد علی الله، بر الله، کذبا، به دروغ. چرا این تهمت میکنه؟ لیدل الناس، تا که گمراه کنه مردم را بغیر علم، بدون علم. علم دارن نه علم ندارن. اگه قرآن میخوان، ترجمه قرآن میخوان، زبان عربی رو میفهمید، هیچ وقت به بدعت مبتلا نمیشد. این گپاره که کس بفهمه بسیار احتیاط میکنه که الله افترا بالای الله بکنم. باور بکنین آدم قمی ترسه. من بعضی اوقات از ترس الله یک کس از من یک سوال میکنه، برش میگم بیادر اینمی جوابش من نمیفهم، برو از یک عالمی که مفتی باشه از او پرسان بکن. نشه که من امی حکم نمیفهمم، امی گپ ما بگویم ولو گپی بسیار کوچک باشه، تومت سر الله سر رسول شود. در روز آخرت الله محاسبه بکنه، بگه کی ما تو گفته بودم که تو گفتی؟ برادر من میگم والا من امیر نمیفهم، برو از یک عالم مفتی و تو را پرسان کن. نشه که تومت سر الله و رسولش. آل بسیاری مردم ها خیرات ها را جور کردن، تومت سر الله و رسولش. مال یتیم میخورن، تومت سر الله و رسولش. مال مردم هم میخورن، تهمت سر الله و رسولش. کلشه و باز میگه نه ایره دین میگه، ایره شریعت میگه، ایره الله میگه، ایره رسولش میگه. اینه الله متعال میگه که یا کذبن یا کذب، به خاطر دروغ. چرا؟ لیضل الناس، تا که گمراه بسازه مردم را. به اساس چی؟ به اساس علم. نگه نه به غیر علم. قرآن نمیفهمه، سنت نمیفهمه. پرسانش که صحیح بخاری چند جلد است؟ ما هیچ رویش ندیدیم. بگو قرآن یک مرتبه الله شاهد است، بگم یک مرتبه ترجمه قرآن از اول تا آخر خواندی؟ هیچ. میگه من ترجمه الحمدلله رو نمیفهمم. همین نماز تا ترجمهش میفهم. کاتت بحث میکنه 2 ساعت کاتت بحث میکنه. باز پرسانش که خوب برادر 2 ساعت خود تو درباره قرآن و سنت کاتت بحث کردی ها، همین خودت معنای نماز تا میفهمی؟ تو همین التحیات ترجمهش بر ما بگو. التحیات نه بابا چی میگی؟ چرا؟ میخوانم دیگه. معنای تحیات لله را 50 سال التحیات در نماز خوانده، اما معنایش نمیفهمم. این حال میگه لیدل الناس، تا گمراه کنه مردم را بغیر علم، بدون علم. ان الله یقینا که الله متعال لا یهدی، هدایت نمیکند، لا یهدی القوم الظالمین، الله متعال هدایت نمیکنه القوم الظالمین، مردمای ظالم را. خب آل مردم سوال میکنه پس خی حلال چیست، حرام چی است؟ بر رسول الله صلی الله علیه و آله الله متعال میگه ای پیغمبر تو حلال حرام کرده نمیتانی، بلکه وحی است، قل بگو از جانب الله برش بگو. یک کافر میگه یک کسی بر ما گفته بود که اینمی قرآن که است سخنای پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. میگه میره که خواندم، میگه یک وقت سوال کردم که اوه در قرآن خو یک کس دیگه هست برای پیغمبر میگه که قل بگو، قل هو الله احد، قل بگو برشان بگو ایها الکافرون قل لا اجد. میگه این کلمه قل سبب شد که من مسلمان شوم و درک کردم که قرآن کلام محمد صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه کلام کسی است که برای محمد صلی الله علیه و سلم چی میکنه؟ خطاب میکنه. سعی کنین الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و سلم قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم و بر مردم برسان، بگو برشان که لا اجد، ما پیدا نمیکنم، فی ما اوحی الیه، در آنچه که بالای ما وحی شده، چی به شکل جلی وحی شده باشه در قرآن و چی به شکل خفی وحی شده باشه در احادیث و سنت های رسول الله صلی الله علیه و آله. گفت آنچه که بالای ما وحی شده در قرآن و سنت بگو بر من ای چی است؟ من هیچ چیز را نمیفهم که محرما حرام کرده شده باشد علی طاعم بر خورنده یطعمه کوره میخوره الا مگر ان یکون میتتا، بله اگر خود مرده باشه ای حرام است، او دمن، یا خونی که مسفوحا ریخته شده باشه، خونی که از گردن در وقت ذبح میریزه، اما خونی که مثلا در جگر است یا خونی که در تیلی است اینیا کس ای باز حرام نیست. اینجا دم مسفوح میگن. دم مسفوح چی معنی؟ که وقتی که ذبح میشه خود چی میشه؟ جاری میشه. اما خونایی که جاری نیستن در جگری گپا میباشه او حرام نیست. او لحم خنزیر، همچنان حرام است، بله لحم خنزیر الله حرام کرده، گوشت خوک حرام است. فانه رجس، ای چتل است، نجس است، او فسق و این نافرمانی هست برای الله. آنچه که اوهله
بالا از او صدا شده باشه لغیر الله، به نام غیر الله. اگر کدام حیوان را کس گفت که این را به نام بت کردیم، این به نام لات است، این به نام منات است، این به نام هبل است، یا این به نام فلانی شخص است، یا این به نام فلانی زیارت است، یا این به نام فلان شخص ما این را ذبح کردیم، باز خوردن از این حرام است که بغیر از نام الله به نام مخلوق او ذبح شده باشه. فمن اضطر، باز اما اگر کسی که در حالت اضطراری، اضطرار چی معنی؟ حالت اضطراری حالت مجبوریت است که انسان غذای حلال نه پیدا نمیکنه، نزدیک میشه که از گشنگی بمره و یا از تشنگی بمره، باز بر ازی فمن اضطر، پس اگر کسی دمو تو یک حالت اضطراری قرار بگیره غیر باغ، در حالی که بغاوت و سرکشی اراده نداره، ولا عاد و نمیخواد که تجاوز بکنه، فان ربک، باز ازی گوشت ها به اندازه ضرورت خود به خاطر نجات جان خود خورد، فان ربک، پس یقینا که رب تو پروردگار تو غفور، بسیار مغفرت کننده گناه هاست، رحیم، بسیار مهربان است. و علی الله میگه بله، سر یهودیا ما بعضی چیزها را سرشان حرام کردیم، بعضی چیزهای پاک و خوبه به خاطر جنایتشان. و علی الذین، و بر کسانی که حادو یهود شدن، حرمنا، حرام کردیم، کل ذی ظفر، هر امو حیوانات ناخوندار که در بین ناخونشان شکاف نیست، اونا رو سرشان حرام کرده بودن. و من البقر والغنم، و از گاو و گوسفند چی را حرام کرده بودن؟ از بقر و از غنم، از گاو و از گوسفند حرمنا، حرام کرده بودیم، علیه بالاشان، شحومهما، باز اینا امو چربوی از اینا را خوردن نمیتونستن. حال بسیاری مردم که هستن چربوی گوسفند نمیخورن، در حالی که الله میگه به خاطر بدبختیشان سر از یا حرام کرده بودیم. حال بسیاری کسا به اساس بدبختی خود گوشت چربوی گوسفند نمیخوره، از روغنای خراب و بتل که یهود و نصارا جور کرده ایده خورده میره، 20 قسم مرض می داشته باشه. از او را بخو به اندازه، بخو به امرایش سپورت بکو، کار بکن، هیچ بر ضرر نمیرسانه. الا ما حملت، مگر او چربوهایی که او برشان حرام نبود که ما حمل ظهور ما که در پشت از اونها می باشه، او الحوایا، یا بعضی چربوها که در بین روده ها می باشه، او مختلط بعظم، یا بعضی چربوها هستن که در پالوی امو استخوانش می باشه، این حرام سرشان نبود، اما امو چربوی اساسیش، امو دنبش، این سرشان حرام کرده بود. ذالک جزایناهم، الله متعال میگه این ما برشان جزا دادیم. چرا جزا دادیم؟ این سرشان حرام کردیم امی خوردنی ها را به بغیهم، اول سرشان حرام نبود چون اونا بغاوت کردن، سرکشی کردن، اطاعت الله و رسول ترک کردن. الله متعال میگه این سرشان چی کردیم؟ به اساس بغاوت سرکشیشون این جزا دادیم، ایشان سرشان حرام کردیم. و انا لصادقون، الله متعال میگه که الله وقتی که عظمت خدا بیان میکنه با ضمیر چی استعمال میکنه؟ ضمیر جمع. توحید که بیان میکنه ضمیر چی استعمال میکنه؟ مفرد. قل هو الله احد، اینجا توحید است. اینجا که میگه و انا لصادقون، اینجا عظمت خدا بیان میکنه، الله میگه ما راستگوی هستیم. اینا که هستن کلش دروغگوی هستن، کلش افترا میکنن، کلش بدعتکار است، کلش جنایتکار است، کلش در شرک مبتلا است. فان کذبوک، ای رسول الله صلی الله علیه و آله، اگر تو را تکذیب کردن و قبول نکردن، فقل ربکم ذو رحمت واسعه، برشان بگو که ربتان، خالقتان، روزی دهندهتان، شفا دهندهتان، ربکم پروردگارتان، ذو رحمت واسعه، دارای رحمت بسیار وسیع است. ولا یرد بأسه، لکن دور نمیشه عذاب از او، بأس الله یعنی عذاب الله، عن القوم المجرمین، باز عذابش مخصوص کی است؟ مجرما هستند. آل میگن مشرکا و بدعتکارا یک کفر دیگه هم میگن که او بسیار خطرناک است، بسیار گپ. همین بسیاری وقتا انسان به اساس زبان خود تا ترین جای دوزخ جایش میشه. سایقول، بعضی از کسایی که الذین، کسانی که اشرکوا، شرک آوردن، آل سر الله دیگه تهمت میکنن، میگن لو شاء الله ما اشرکنا، اگه الله نمیخواست ما مشرک نمیشدیم. مثل که بعضی کسا میگن خب دیگه الله بر ما خواست که ما کافر شویم، بیدین شویم، اگه نه ما را میتونست مسلمان شویم. الله خواست که تو مؤمن شوی، بر تو اختیار داده، به اساس اختیار تو کافر میشی خودت. الله برات خواسته که تو کامیاب شوی، قرآن برات روان کرده. چند نعمت الله بر ما و شما داده؟ نعمت حس یک نعمت، در تقدیر ما چند چیزا نوشته است؟ حس نوشته است، عقل نوشته است، قرآن در تقدیر ما هست، سنت در تقدیر ما هست، پیغمبر در تقدیر ما هست، علم در تقدیر ما هست. چرا از کل از این نعمت ها استفاده نمیکنی؟ وحدانیت الله رو به یاد نمیاری؟ باز میگه که والله چیز، باز میگه این مردمای بیدین که است با سر الله و رسولش سر الله تهمت میکنه، میگه الله نخواست که ما مؤمن باشیم.
لو شاء الله ما اشرکنا، اگر الله میخواست ما شرک نمی آوردیم، ولا آبان ما و پدرای ما، ولا آباؤنا و پدرای ما هم مشرک نمیشدن، ولا حرمنا من شیء، باز ما چیز را حرام هم نمیکردیم. كذلك كذب الذين من قبلهم، الله متعال میگه هینمی قسم تکذیب کردن، دروغ گفتن، دروغ بسته کردن، الذين کسانی که من قبلهم قبل از اینا بودن، حتی ذاقوا بأسنا، تا زمانی که عذاب ما را چشیدن. قل هل عندكم من علم، بگو برشان های کدام علم شما دارین، فتخرجوه، رسول الله صلی الله علیه و آله گفت بفرمایید شما خب میگین که ما پیرو پیغمبرا هستیم، دارین کدام سند؟ دارین کدام سند؟ حالا بسیاری مردم های بیدینه که ببینی برش بگویی که چوری گپ میزنی، ولا یک مولوی گفت، ولا یک شیخ گفت، ولا یک شاعر گفته بود، ولا یک وقت من شنیده بودم. اور تو کتاب الله و سنت رسول الله هم گپ میزنی، از اسلام گپ میزنی. خب اسلام خود قرآن و سنت است. باز کو در کدام حدیث است، در کدام آیت است؟ نه ولا فلانی شخص در یک جای گفته بود، در کجا گفته بود؟ ولا یک وقت ما در یک حاشیه کتاب خوانده بودم. ماشاءالله ماشاءالله. در کدام کتاب؟ حاشیه کتاب چی میگن؟ قرآن عظیم الشان بدون حاشیه صفا سترا بی بکش احادیث. این الله متعال برشان میگه فتخرجوه لنا، پس را خارج میکنیم. ان تتبعون الا الظن، برشان بگوی رسول الله صلی الله علیه و آله که شما پیروی نمیکنید مگر گمانهای غلط خودتان، و این انتم الا تخرصون، و مگر ای که شما فقط اونمو مثل که خرس چیره میگه، یعنی انسانهای گنگی که به حساب گمان خود، کسی که هیچ چیز نمیفهمه تو به دل خود گپ زده میره و حرکت کرده میره. قل فلله الحجة البالغه، بگو بر الله هست دلیل بسیار کامل، پیش الله هست دلیل کامل. فلو شاء لهداکم اجمعین، اگر الله میخواست شما را هدایت میکرد تمامی. قل هلم شهداءکم، بگو ای رسول الله صلی الله علیه و آله که بیاورین شهداءکم، امو شاهدایتان، بزرگایتان، مفکرایتان، صاحب فکرتان، الذين یشهدون، او کسانی که شهادت میتن که ان الله حرم هذا، که میگن الله را حرام کردن. فان شهدوا، پس اگر اینا حاضر شدن شهادت دادن، فلا تشهد معهم، تو به همراهشان شهادت مت، چرا که یا دروغ شهادت میتن. ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا، و متابعت نکو اهوا خواسته های الذين، کسانی را که کذبوا تکذیب نمودن به آیاتنا، به آیات ما، والذین لا یؤمنون بالآخرة، و همچنان از کسانی که به آخرت ایمان ندارن، و هم بربهم یعدلون، و اینا مخلوقات به الله برابر میکنن، یعدلون برابر میکنن در الله را با مخلوقات با الله. انال شریعت الله چی هست؟ اوامر الله هست، منهیات الله هست. این شما شریعت الله را قل تعالوا، برشان بگو بیاین، اتلو ما حرم، که ما تلاوت کنم برای شما ما آنچه را که حرم حرام نموده است ربکم، پروردگار شما، الله علیکم. این الله متعال چیزایی را که حرام کرده گوش بگیرین. اول چیزی را که الله حرام کرده الله تشرکوا به شیئا، که کس را به الله شریک نسازین، در ذات الله کس را شریک نسازین، در صفات الله کس را شریک نسازین، در افعال الله کس را شریک نسازین. نرین پیش بتا که بر ما بچه بتی، بر ما دختر بتی، بر ما شفا بتی. شفا دهنده الله هست، روزی دهنده الله هست، خلق کننده الله هست، دختر و بچه الله میته، شما یا را شریک نسازین. همچنان در شریعت الله کس را شریک نسازین. شما خیلی پدرایتان در قانون شریک ساختین با الله، قوانین از اونا را قبول کردین. این الله متعال میگه اولین چیزی که حرام است الله تشرکوا به شیئا، که چیز را به الله شریک نسازین. دیگه چی هست؟ دیگه الله متعال بر شما گفته که و بالوالدین احسانا، با مادر و پدرتان احسان کنین. شما خب در مقابل پدرتان بی ادب هستین، به پدر و مادر احسان با چی میشه؟ احسان با زبان میشه که گپای شیرین به مادر و پدر بگی، با حرکات میشه که باید دست و پایت درست حرکت بدی، و همچنان احسان با مال میشه که در ماشت در مالت با مادر و پدرت یک مقدار بتی برشان. اینه این چی میگه؟ و بالوالدین احسانا، دیگه حکم الله هست که شما با والدینتان احسان کنین. ولا تقتلوا اولادکم، و دیگه الله متعال سر شما حرام کرده که قتل نکنید اولادتان، فرزندایتان. این دخترکای توتی جیگرتان که نو تولد میشن، اونا را الله خلق کرده، مخلوقات الله هستن، اینا را زنده به گور نکنین. و شما مردمای جاهل معاصر، اونا زیر خاک میکردن، آل جاهلای معاصر، کت پچکاری، کت لایزر، کتی گپا، دخترکای خود در بطن مادرشان از بین میبرن. شما اینا را به قتل نرسانین. و یا قتل اولاد به این معنی است که اونا را به علم و به تربیه، به قرآن و به سنت تربیهشان کنین. این هم قتل است، قتل معنوی. یکی قتل مادی هست و یکی قتل
معنوی الله متعال گفته که اینا رو به قتل نرسانین. من املاق، از ترس فقر اینا اولادای خدا میکشن. نحن الله متعال میگه که ما الله، باز ضمیر جمع برای خود به خاطر چی استعمال میکنه؟ به خاطر عظمت خود. عظمت خدا بیان میکنه که ما که قدرت داریم نرزقکم، شما که خودتان فقیر هستین شما را روزی میتیم، و ایاهم و همچنان امی اولادایتان روزی میتیم. ولا تقربوا الفواحش، و الله متعال میگه چیز دیگه که الله حرام کرده چی است؟ که ولا تقربوا الفواحش، به گناه ها قریب نشین. قریب چی مانا؟ بسیاری وقت الله نمیگه که فحشا نکن، نگفته زنا نکن، نگفته گناه نکن، گفته قریب نشو به گناه. او فیسبوکی که تو را دیگه با مبتلا میکنه و زیاد دستک چرخک نته، او سایت هایی که خراب است او را سهل نکن، که امرای نامحرم در یک اتاق نشی، که دخترای نامحرم در یک جای نشی، دست نته، قول نته، سهل نکن، قریب نشی، ناخو نکن. گفته ولا تقربوا الزنا، با وسایل زنا نزدیک نشو. بسیاری کساس روزی 100 دانه تصویرای زشت و خراب برهنه را میبینه، بازی که بسیار میگه من با تقوا هستم. نه خیر از دیگه خود صاحب دیگه بیاد در فیسبوک میای دیگه، یک روز اکی حال فیسبوک می بولش کن وسکو فرض سرت که 24 ساعت این درای مکه و مدینه در اونجا که میرن بسیاری کسا رسا کنه فیسبوک که شمت چالان سایل میکنه، روز 1000 تصویر برهنه را سایل میکنه. الله متعال میگه ولا تقربوا الفواحش، به فحشا و منکر و ایگپا، ما آنچه که ظهر آشکار است منها و ما بطن، و از آنچه که پوشیده هست از کلش دوری بکن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ولا تقتلوا، و قتل نرسائن النفس، انسانهایی را که التي الله متعال چی کرده؟ قتل از اونا را حرم الله، حرام کرده الله متعال، الا مگر بالحق. بالحق چی معنی؟ یعنی در صورتی که این نفس متجاوز باشه، که مثلا حالاتش باز که علما و احادیث باز تشریح کرده که کدام مردم ها در احادیث آمده که قتل از اونا چی است. بعضی آیات و بعضی احادیث بازی رو تشریح میکنه که کدام انسان ها هست ولو که مسلمان هم باشه قتلش جایز است. انال ذالکم وصاکم به، اینی است که الله متعال شما را توصیه میکنه لعلکم تعقلون، شاید که شما از عقلتان استفاده کنید. یعنی انسان مسلمان باید از کل نعمت ها استفاده کنه، از نعمت حس استفاده کنی، از نعمت عقل این تعقلون، از عقلت استفاده کنی، از فکرت استفاده کنی، از علمت استفاده کنی، همچنان از قرآن استفاده کنی، از سنت استفاده کنی. این کلش نعمت های الله است، با کل ازی باید چی کنیم. ولا دیگه چی است؟ ولا تقربوا مال الیتیم، شما نزدیک نشین به مال یتیم. نگفته که نخورین، گفته حتی نزدیک نشو. بسیاری کسا رو ببینی پدرکش میموره، 2-3 تا تفلکای یتیم داره، وقت مال یتیم هست یکی میای به نام ختم خورده میره، یکی به نام خیرات میخوره، یکی به نام ازی میخوره و یکی به نام شو جمعگی. یک وقت که روز 40 ازی خلاص میشن بر یتیم هیچ چیز نمان. بازیار که سال کنی این یتیم چطور شد؟ والا یتیم بیچاره سرگردان است. الله متعال میگه او مردم ولا تقربوا، نزدیک نشین به مال یتیم الا مگر بالتی، به او شکلی که احسن نیک است. نیکش کدام یکی است؟ که اگر تو سرپرست مال یتیم میشی، مال از رو در تجارت و مزاربت پرتو که مال یتیم چی شود، یا مثلا اگه غریب هستی مال شده کار پرتو کار کو، باز از کار فایده از او بر یتیم هم بتی خودت هم استفاده بکن. حتی یبلغ اشده، تا وقتی که امی تفلک یتیم که تو چی هستی سرپرست ازی هستی، تا وقتی که تفلک یتیم به بلوغ برسه، اشده به سن رشد. سن رشد یعنی بین سن 18 و 30 سالگی است. وقتی که بین سنهای اشده خود این جوانی که وقتی که جوان شد تا 30 سالگی، 14 ساله 15 سال هر سنه که جوان شد. و اوفوا الکیل، و شما وفا کنین، درست بتین الکیل پیمانه را. یعنی اگر دکاندار هستین چیزی را تول میکنین، دو قسم تول میشه، یا میزان ترازو هست یا کیل پیمانه هست. مثلا بعضی اوقات کاسه ها داشتن در بین ازی گندم میکن، مثلا 1 پیمانه 2 پیمانه. این حال بعضی کساست که باز پیمانه خودش که میگیره خوبم تو پر میگیره، پرت یک مشت دوام که سی پر نشدن. باز دیگه که بود نیمه است. الله متعال میگه دی غلطی نکنین، ول میزان و همچنان در ترازو غلطی نکنین که ترازوتان غلط باشه. چی کنین؟ و وفا بکنین الکیل پیمانه را و المیزان و ترازو را بالقسط، به عدالت. لا نکلف نفسا الا وسعها، الله متعال میگه ما مکلف نمیکنیم یک نفس را الا وسعها، مگر به اندازه تواناییش. دو چیز فتقوا الله ما استطعتم، تقوا بکنین به اندازه استطاعتان. و الله میگه تکلیف ما به اندازه استطاعت از هر کس است. و اذا قلتم فعدلوا، و وقتی که سخن میگفتین، در سخن گفتن عدالت بکنین. بعضی کسا وقتی که سخن میگه دلش به طرف ازی است و دیگه بیچاره دیگه که دلش به طرف ازون است، باز که بعضی دزی گپ زدن میره و به نفع ازو گپ میزنه. نه او برادر، تو کار دلت نکو، کاری که الله برات امر کرده ببین که عادلانه کدام یکی هست.
برش بگو برادر در نمی 50 رو بس 25 به حق تو میرسه، 25 از این میرسه. یگان تاس از طرف از دیگه چی میکنه؟ نه خیر از 30 روپیه بگیری تو 20 روپیه بگی. حالا من تو را شاندم که تو عدالت بکنی، قضاوت بکنی مطابق حکم الله. چرا برای 30 روپیه میتی برای ما 20 روپیه میتی؟ اینجا خب بی عدالتی کردی. الله متعال میگه که و اذا قلتم، وقتی که سخن میگفتین، حتی در سخنتان فعدل و عدالت مراعات بکنین. بعضی کساس اگر از کسایی که خوشش میاد اقارب خودش است، از اون دیگه تمام روز خوبیایشون بیان میکنه که بیادر تو خوب صفت ها داره، که کاکای تو خوب صفت ها داشت، که مامای تو خوب صفت ها داشت. وقتی جانم مقابله کشیش باز می کاکای تو یی بار داره، پدر تو یی بار داره، مادر تو یی بار داره، کاکای تو یی بار داره. نکنین. حتی در سخن گفتن عادلانه سخن بگو. اما خوبی ها را که برای خود میخوای برای جانب مقابل هم بخوای. ولو کان، و اگر چیز اقاربت باشه، ولو که در مسائلی که فیصله میکنی یکیش بیادرت باشه و یکی دیگه این از قبیله دیگه باشه، عدالت مراعات بگو. برش بگو بیادر جان این میگه این حق از اون نفر است، حق تو نیست. بعضی کساس میگه نه این میگه رفیقم از دوستم از بیادرم است، بنفذ میگه زدم میرم، ولو که این گناهگار باشن. ولو کان ذا قربا، و اگر چه از اقاربتان باشه. و بعهد الله اوفوا، و به تعهدات الله وفا بکنید. حالا تو که کلمه میخواین، در کلمه طیبه گفتیم چند تعهد است؟ 3 تعهد است. تعهد اول کردیم که یا الله بغیر ذات تو به هیچ کس دیگه هیچ عبادت انجام نمیتم. حالا کسایی که یک عبادتی رو به نام مخلوق میکنن، نظر به نام فلانی میگیره، مثلا خیرات به نام فلانی میگیره، حیوان به نام فلانی ذبح میکنن، یا چی کردن؟ یا عهد الله را شکستاندن. دوم تعهد در کلمه چی بود؟ که یا الله بغیر از شریعت تو قانون کسی دیگه را تطبیق نمیکنم. حالا کسانی که میره مارکسیست میشه، لنینیست میشه، میره سکولار میشه دموکرات میشن، دی از بای سکولاری و قومی و سیاسی و ترا میرن که داوود اساسنامه از ضد شریعت الله هست. این تعهد دوم خود در کلمه شکستانده. باز میگه من خو مسلمان هستم، در پیشاریم خو کفر نشته نیست. خو نمی کفر بس است که بعد شریعت الله قانون لنین و قانون مارکس، قانون کفری و قانون سکولارها را سر تطبیق میکنی و قبول میکنی. و تعهد سوم چی است؟ که تعهد کردیم که یا الله اطاعت از شریعت تو را و عبادت، تطبیق عبادت را به طریقی کی میکنیم؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. اهل مردم هزار قسم طریقه جور کردن که ما عبادت ما کت ساز میکنیم و دیگهش میگه کت دول میکنیم، یکی میگه کت دامنکایی که در ترکیه است، نه یک قسم پیرانکا میپوشن، باز چون نای و نوا آمد این یک طریقه رو جور کرده، یکی کت دول جور کرده، یکی کت سرنای جور کرده، یکی میرقصه، یکی خدا میلرزانه. چطور است این حال؟ الله تو تعهد کردی که یا الله ما همین عبادت خدا به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم نماز میخوان؟ بخوان در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که تو بفهمی که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که نماز میخوان حتی میگه چشمای خود شور نمیدادن، دستشان پایشان کشم تو منظم. ها این قسم چیز کو ان الله متعال میگه و بعهد الله، و شما به عهد الله اوفوا وفا کنین. حالا خود کلمه خواندی، تعهدات الله را سرت گرفتی، دیگه تعهداتی که در قرآن است این رو تو تعهد کردی که یا الله من شریعت تو را بالای خود تطبیق میکنم. تطبیق کنی آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر نکردی وفا نکردی. ذالکم وصاکم به، الله متعال به این چیزا شما را وصاکم، وصیت یعنی امر میکنه شما را به آن، لعلکم شاید که شما تذکرون، پند بگیرین، یاد بگیرین. الله متعال میگه و ان هذا صراطی مستقیما. در حدیث شریف میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمین یک دانم تو خط کشیده، اینم تو یک خط راست کشید، راست هم تو قلم گرفت، چیز گرفت، یک چیز را در زمین یک خط کشید راست. بعد از این خط راست که وقتی مستقیم کشید در پالی خطکای خورد این طرف کشید. امی آیت قرآن خوان که و ان هذا، الله میگه اینمی راه راست الله هست، اینی راه راست الله هست. این طرفش که بری چپ و راست که خطگاه دیگه است، کوچه‌های دیگه که هستن، در سر هر کدام از یک شیطان شیشته. همین راه مستقیمی که راه قرآن و سنت است بگی. اگه دیگه راه در آمدی در سر هر کدام از او که بری سیل کنی، هر حزب سیل کنی، در سرش یک دونه شیطان شیشته تو رو به گمراهی میرسانه. و ان هذا، و یقینا اینی که هست صراط راه ما هست، مستقیما فاتبعوه. الله میگه اینی راه قرآن و سنت مطابقت بکنین. ولا تتبعوا السبل، و شما پیروی نکنین راههای دیگه که فتفرق، باز این راه ها چی میکنن؟ در بین شما تفرقه مندازه. فتفرق بكم عن سبیله، باز شما را جدا میکنه، دور میسازه عن سبیله، از راه الله. ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون. ذالکم این کار که است، اینمی امور که قبلا ذکر شد، وصاکم ای امرکم، امر میکنند شما را، به بهان الله متعال، لعلکم شاید که شما تتقون پرهیزگار شوید. ثم سپس آتینا موسی الکتاب تماما، او مردم شما
شمایی که میگین ما پیروای موسی علیه السلام هستیم، ما موسی علیه السلام هم قبول داریم، کتابش هم قبول داریم، لکن شما تحریفات و تغییرات آوردین. الله متعال میگه بر موسی علیه السلام کتاب دادیم، یعنی تورات را تماما تا اتمام نعمت شود، نعمت ها بر شما. علی الذی احسن، به اون مسائلی که بسیار نیک بود، خوب بود، و تفصیلا لكل شیء، و تفصیل تمامی احکام الله در او بود. در تورات مثلا عقیده توحید بیان شده بود، راه درست بیان شده بود، اخلاق بیان شده بود، ایمان به تمام پیغمبرها بیان شده بود، صفات رسول الله صلی الله علیه و آله بیان شده بود، قرآن برشان بیان شده بود، کلی چیزا. لکل شیء تفصیلا لکل شیء، و تفصیل بود برای هر چیز، و هدن هدایت بود، و رحمت بود. لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون، شاید که اینا به ملاقات پروردگار خود ایمان داشته باشند که ما میبریم باز با الله ملاقات میکنیم. و هذا کتاب انزلناه، و اینمی قرآن عظیم الشان که است. و هذا، و این کتاب که در پیش شما است، کتاب است به نام قرآن عظیم الشان، انزلناه، ایره هم الله متعال میگه که ما نازل کردیم. این کتاب که قرآن عظیم الشان است، مبارکون، بسیار با برکت است. فتبعوه، پس شما از این متابعت بکنین. نگفته که ایره ماش کنین، ایره 20 تا پوش بتین، نگفته که ایره بسته کنین، نگفتین که ایره تنها حفظ کنین. میگه این کتاب که از فتبعوه، شما احکام این کتاب چی کنین؟ متابعت کنین. دیروز که یک مدیر صاحب شیشته در یک دفتر گپ سر قرآن آمد، گفت که می قرآن چطور است؟ والا صاحب مردم نمیفهمن. گفتم مو مدیر صاحب محترم، چند تا دوسیه در می دفترت ماندگی است؟ 40 تا دوسیه میجه بود. گفتم این دوسیه می چند تا مکتوب است؟ در هر دوسیه 100 200 مکتوب است. کدام مکتوبی هست که تو رو اجراات نکرده باشی، نخوانده باشی؟ نه صاحب، گفت کلش میخوانیم، کلش اجراات میکنیم. اگر نکنی، گفت که والا باز محاسبه میشیم، مجرم گفته میشیم. فلانی روز برات مکتوب اومد. گفتم کل ما و شما مسلمانان مشکل ما است، کل مکتوبا که هست سوره اجراات میکنیم، مکتوبی که الله فرستاده این قرار ده تاق ماندیم بدون اجرا. الله میگه از این مطابقت بکنین. و هذا کتاب، الله متعال میگه این کتاب ما هست، این مکتوب ما هست، این رساله ما هست، این نامه ما هست برای بنده های. انزلناه، که ما اینا نازل کردیم، مبارکون، بسیار با برکت است. تمام برکت ها در کجا هست؟ در قرآن عظیم شان است. فتبعوه، پس شما از این کتاب با برکت مطابقت بکنین، احکامش را. واتقوا و تقوا بکنین. و شما وقتی که مطابقت کردین، یعنی اینجا معلوم میشه که کتاب است، کتاب نازل شده هست، مبارک است، یعنی قرآن کتاب منزل مبارک است که مطابقت از او سبب تقوا میشه، و تقوایتان سبب جلب رحمت الله میشه. دیدن از یک آیه چه قسم درس میگیرین؟ هذا کتاب، یعنی این کتاب که است، کدام کتاب است که نازل شده از جانب الله، مبارک است، باید مطابقت شود. مطابقت این سبب چی میشه؟ سبب تقوا میشه. تقوا سبب چی میشه؟ سبب کسب رحمت الله میشه. و هذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. خب، کتابی که این مبارک است، ان تقولوا انما انزل الكتاب على یا الله متعال میگه این کتاب ما نازل کردیم تا که شما نگوین، ای الله تقولوا، این شما بازات نگویی که انما انزل الكتاب، که نازل شده کتاب علی طائفتین، بر دو طایفه، یعنی بر یهود و نصارا، من قبلنا، پیش از ما. و این كنا عن دراستهم لغافلون، با خود زبانهای یهود و نصارا را نمیفهمیدیم و بسیار سخت بود، زبانهای سریانی و عبرانی و ترا را ما نمیفهمیدیم. الله متعال میگه با یک زبان آسان برای شما این چیز کردیم که اگر این انسان بخونه در 2 ماه یاد میگیرن. باور بکنین کس کمی بخونه اقرا قرآن از او آدم یاد میگیره. اما دیگه زبانا رو مگروز یک کسی، یک اندیوال تایلندی بود، دوره ما برای گفتم تو هم یک 2 کلمه تایلندی رو برام یاد بتین. هر قدر زور زدم ایج دی بینی من نه از این کنج بینی از این دماغ من آخر ما گفتم سکته. اما قرآن که که چقدر خوبش وقتی که میخونی، بسیاری وقتا همین ما و شما که قرآن هم میخونیم، عربا فکر نمیکنن که ما عرب نیستیم. ها انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. حتی دخترکای خرد سعی کنی، بچه‌های خرد سعی کنی این زبان هم میخوان. الله متعال میگه باز اتو نگوین که به زبانهای نازل شده بود که ما ایره باز درست ادا کردن نمیتونیم. و این کنا عن دراستهم، مگر ما از درس خواندن از یاد گرفتن از غافل و بی خبر میبودیم. او تقولوا، یا ای که بگوین لو، یا اتو بگوین که لو ان انزل علینا، اگر بالای ما هم کتاب نازل میشد، لکنا اهدا منهم، ما از یهود و نصارا کده خوب هدایت میشیم. فقد جاءکم، الله متعال میگه یقین بر شما آمد، بینه دلایل واضح،
روشن من ربکم از جانب پروردگارتان و هدن و هدایت است و رحمت و رحمت است. فمن اظلم، پس کی ظالمتر ممن نسبت به کسانی که کذب است. که الله چه خبیر تکرار میکنه، میگه کس ظالمه که سر الله و رسولش چی میکنه؟ تهمت میکنه. چرا سر الله و رسول بسیار تهمت میشه؟ عبادت های را مردم میکشه که الله و رسولش نگفته، طریقه های را میکشه که الله و رسولش نگفته، رقص به الله و رسولش نسبت میده. چی تهمت خطرناک. یک روز یک شاگرد اصلا شیشته بود، گفت مولانای رو میرقصن. گفتم تو بخی بچیم یک رقص که خودت همیشه در صنف که ما چک چک کنیم، استاد توهین میکنین. تو که جوان هستی که بریش کل پتلون کوای بگویم بخی برقص، بر تو توهین است. به مولانای بزرگ که میگی یا عالم است، اگه اون مولانا باشه و مولوی باشه خود نمیرقصه. اگه نیکی یا که رقصیده یا خو نام عالم مولانا را سری رقاصه ماندن، این خو ظلم است. از این خاطر الله متعال میگه فمن اظلم، پس کی هست ظالمتر ممن نسبت بر کسانی که کذب به آیات الله، تکذیب میکنن به آیات الله، و صدف عنها، و از آیات الله از قرآن و سنت روی میگردن. سنجزی الذین یصدفون، الله متعال میگه زود جزا میدهیم کسانی را که یصدفون روی میگردن عن آیاتنا، از آیات ما، سوء العذاب، تو عذاب جزای میتیمش که او تو جزای عادی نیست، بدترین عذاب الله میگه به ما کانوا یصدفون، به سبب ای که اینا از کتاب الله و سنت رسول الله چی میکردن؟ اعراض میکردن. قل بگو ای رسول، قل هل ینظرون، آیا اینا انتظار میکشن الا مگر ان تأتیهم الملائکه او یأتی ربک. اینا دیگه میگه یا چی میخواینی کافرا، یا منتظر از همین هستن که پرشان ملائکه بیاید، یا امر الله به یاتی امر ربک، یا عذاب الله به پروردگار تو امرش به، او یاتی یا بیای بعض آیات ربک، یا بعضی از معجزات پروردگارتان. یوم یاتی بعض آیات ربک، باز روزی که علامات معجزات پروردگار آمد، لا ینفع، باز اون روز ختم است، روزی که باز تو دیگه کل چیزا را به چشم دیدی، به غیب ایمان نمیاری، میگه نه کلش باید ما به چشم ببینم. الله متعال میگه باز روزی که اینا آمدن، لا ینفع نفسا ایمانها، باز هیچ فایده نمیرسانه به هیچ نفس ایمانش. لم تکن آمن من قبل، که کسی که قبل از ایمان ناورده باشه، او کسبت فی ایمانها، یا انجام نداده باشه در ایمان خود خیر کار نیک را. قل انتظروا، بگو ای رسول الله صلی الله علیه و شما هم انتظار بکشید، انا منتظرون، ما هم منتظر هستیم. باز معلوم میشه که نهایت کی، عاقبت از کی هست. ان الذين فرقوا دینهم، الله متعال میگه یقین داشته باشین، الذين، کسانی که فرقوا، پراگنده و جدا و تقسیم بندی کردن دینهم، دینشان را، با گروه طایفه تقسیم شده، و کانوا شیعا، و گروه بودن. لست منهم فی شیء، تو از جمله از اینا، یعنی کسایی که دین خود تقسیم بندی میکنن، قرآن و سنت ترک میکنن، خدا حزب و گروه و طایفه میسازن، باز یکی در کله دیگه خود میزنن. رسول الله صلی الله علیه و آله میگه تو از جمله از اینا نیستی، دوست تو نیستن. لست منهم، نیستی رسول الله صلی الله علیه و سلم فی شیء، در هیچ چیزی تو هیچ کت از اینا نیستی، اینا امت تو نیستن. انما امرهم الی الله، امور از اینا را بگذار، جزای از اینا را بگذار به الله، ثم ینبئهم، باز الله اینا را خبر میده، بما کانوا یفعلون، به آن چیزی که اینا فعل کرده بودن. بله الله متعال برای انسان های مؤمن و دیندار چی میگه؟ من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، من هر کسی که جاء بالحسنه، یک عمل نیک انجام میده، الله متعال ذات مهربان است، رحمان است، رحیم است، کریم است، چی میکنه؟ الله متعال فله عشر امثالها، برش 10 چند مثل از این ثواب و اجر میده. و من جاء بالسیئه، و اگر کسی یک گناهی را بکنه، الله متعال به اساس رحمت خود، فلا یجزا، بر از پاداش جزا نمیده، الا مثلها، مگر به اندازش، و هم لا یظلمون، در حالی که حتی همین مجرما هم بالایشان ظلم صورت نمیگیرد. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، اننی یقینا من که هستم، هدانی، مرا هدایت کرده، کی؟ ربی، پروردگار من بنده هستم، مخلوق هستم، صفات الله بر من نتین، ما قرآن از دل خود ناوردیم، ما سنت از دل خود نمیگم. اننی هدانی رب، اننی یقین داشته باشین من که هستم هدایت کرده، راهنمایی کرده مرا، کی؟ ربی، پروردگار من، الی صراط مستقیم، براه راست، دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا، با ات دین است که بسیار استوار است، محکم است، ملت ما هم ملت ابراهیم است، حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم دمون ملت و طریقی که ابراهیم علیه السلام بود، حنیفا، پاک.
و ما کان من المشرکین، و حتی ابراهیم علیه السلام نبود از جمله مشرکان، مثل که شما بت پرستا سر از او تهمت میکنین. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. قل بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم ان صلاتی، یقینا که نماز من، و نسکی و تمام مناسک من، تمام قربانی های من، و محیای و تمام زندگی من، و مماتی و مرگ من لله خاص برای الله هست. اگر هر وقت بخواه الله مرا زندگی نگاه میکنه، هر وقت بخواه مرا میمیرانه، هر وقت خواست مرا مثلا در کدام مصیبت گرفتار میکنه، هر وقت خواست الله بر من نعمت ها را میده، هر وقت هر چیز که الله بخواه، کلش زندگی من، مرگ من، کلش برای الله هست. او تو الله که لا شریک له، که هیچ شریک نداره، لا شریک له فی ذاته ولا فی صفاتی، در ذات خود شریک نداره، در صفات خود شریک نداره، در عبادت خود شریک نداره، در افعال خود شریک نداره، در شریعت خود شریک نداره. لا شریک له، و هیچ شریکی بر از اون نیست. و بذلک امرت، ای مسلمان ها به اینمی چیز ما امر شدیم. و انا و رسول الله صلی الله علیه و سلم، من که پیغمبر الله هستم، اول المسلمین، نخستین مسلمان ها ما هستم که تسلیم هستم به الله. قل اغیر الله، بگو برشان آیا ما بغیر از الله ابغی بجویم ربا، پروردگار، و هو رب کل شیء، الله پروردگار تمام مخلوقات است، تمام پیغمبران، نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، اولیاء الله، تمام مخلوقات، انسان ها، جن ها، ملائکه، حیوانات، نباتات، جامدات، مایدات، کلشان مخلوقات الله هست. ولا تکسب کل نفس، و انجام نمیدهد هر نفس الا علیها، مگر هر کسبی که انسان میکنه مگر بالای خودش است. ولا تزر وازره وزر اخرى، هیچ کسی متحمل گناه کسی دیگه نمیشه به شرطی که بود زیر دستش نباشه. یعنی اگر یک کسی یک گناهی را میکنه، خودش جزایش بالای خود از او هست. ثم الی ربکم مرجعکم، باز به سوی پروردگار شما برگشت شماست. فینبئکم، باز شما را خبر میده بما کنتم فیه تختلفون، در آن چیزی که شما در او اختلاف میکردین. و هو الذی، و الله ذاتی هست که جعلکم، گردانید شما را خلائف، خلیفه الارض، یعنی جانشینا هستین که به عوض جنیات که قبلا بودن شما خلیفه روی زمین شدین. و رفع بعضکم فوق بعض، و بعض شما را نسبت به دیگران رتبه داد، درجات در درجه ها، بعضی پیغمبر است، بعضی ولی هست، بعضی نبی هست، بعضی بنده عادی هست. لیبلوکم فیما آتاکم، تا که الله شما را امتحان بکنه در آنچه که الله برتان داده. از هر کس به اندازه اون امور رتبهش، به مو نعمتایی که الله برش داده، به مو امتحان است. مثلا امتحان زیبا از بدرنگ کرده بیشتر است، امتحان پولدار از غریب کرده بیشتر است، امتحان مثلا کسایی که امکانات بیشتر دارن، قوی هستن، و از انسانهای ضعیف کرده بیشتر است، امتحانات پیغمبران از انسانهای عادی کرده بیشتر است، امتحانات اولیاء الله از امتحانات مردمای عادی کرده بیشتر است. یعنی هر قدر که نعمت الله بر کس زیاد داده شد، به مو اندازه امتحان از او چی میباشه؟ بیشتر میباشه. ان ربک، یقینا که پروردگار سریع العقاب، بسیار زود عقوبت کننده هست. و انه، و ایره هم در یاد داشته باشین که الله متعال اگر عقاب و سرزنش برای دشمنای خود میکنه، ولی غفور و رحیم است برای بنده های مؤمن و یکتا پرستش. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا الله و استغفرک و اتوب الیک.